خب بچه‌ها آقا خوابش مرده. دست بزن. برای چی سر کلاس میگیری میخوابی؟ آقا از بس صداتون دلنشین و آرامش بخشه که اصلا آدم خوابش میبره. اگه اینجوریه چرا پرام نمیخوابه؟ چون پرام اصلا به شما گوش نمیده. آقا به خدا داره چرت و پرت. باشه. ببخشید بچه‌ها من حتما باید این پیامو جواب بدم از طرف وکیلم. بچه‌ها متاسفانه امروز من نمیتونم دیگه تدریس کنم. امروز کلاس تعطیل فردا میبینم. آقا اجازه میشه بگید چی شده؟ من به همسرم اعتماد کردم و 100 میلیون تومان بدون هیچ مدرکی بهش قرض دادم و اون 100 میلیون من پس نداد. الان شکایت کردم چون هیچ مدرکی ندارم وکیلم میگه شکایتمون به جایی نمیرسه. خب چرا بهش پیام نمیدید بگید 500 میلیون پس بده؟ هنوز خوابی؟ دیدی آقا معلم میگه همسایه‌شون فقط 100 میلیون بده کاره. دقیقاً همسایه هم میگه من فقط 100 میلیون بده کارم. خب خوب مدرک دیگه. دست بزن. آقا من اصلا دست نمیزنم. سود